ای به قربان دم دروازه میشم، ای جان محبوب صدا تو میشنوم استاده میشم، ای جان محبوب ای صدا تو میشنوم از دور و نزدیک، مثال غنچه گل تازه میشم، های گل بیت الجمال. لالا دیدالله لالا دیدالله لالا دیدالله خب بیا چکار خیریت باش به سر خوبه درودی بار میزنی، چکار خیریت باش شعب سردردی لالا دیدالله سردردی چکاری گبزدن خود تو میفهمی؟ آن شما میپرسیم برارم چرا بچه ما آمده گو خیریت باشه کله بالا کله شما بشکن کله شما بشکن چکاری بگیر من دل مماه بمارم، من دیگه زندگی نمایم اصلا دیگه میتو زندگی من نمایم خود چکاری همه یک سنگ کتی پیدا کنم یه بده که ما بزنم بتا کلی خو که من از این دنیا برم دیگه زندگی به کار منی پیدا که یک سنگ کلانه آخه خدا کنه چکاری شما با می درد دل خوبنی که ما باکو با کالا دست و بیای بتونه درد دل شما کم کنم. درد دل خود ما عاشق شدم مرد نخواد به کی عاشق شده نکنه به بیبی ما عاشق شده مگرم به اون مبارکی بگی تو بیای به اون بگی برو بیبی با بیبی ما عاشق شدی ما عاشق به یک دختر شدم با من نمیدن چرا نگم لیلی نیلا چیکار شده که نمیدم چی میگم به خوشتی رو نیره کنیم و در خو میدم نمیدم به من میگم ما با قوم آقا میدیم به تو نمیدیم تو آدم بیکاری چون تو کار کنی نی انال همین دختر را که به ما بدادم ندادم کجیر ما خورمه کشم یک کار کنیم ما به شما یادو قرار کرده میتونی چیکار میکنیم چیکار کنم مادر خورده کنیم برای به پیش فالوا کن خب قرار کرده و کشیدنی دودی به شما میده ببریم به خوره پیان مادر کنیم دختران میرم به شما دنیا گل و گلستو گردن و بعد برو روغنه یعنی میشه گردن من دونیه قرار کرده بریم همی کار شما بکنیم اگر اون دختر به شما ندادن بیاین کلمه جلو کنیم تبیه واقفه یعنی پیش فالوا کن برو ما یعنی میدم دختر بیا که دست تران کجی جو بشکن نمای بشتا کنی نمای بینی کجی جو بینی که میرا رو نشون دادی انا هم میان یکی بکنیم اگر نشد چه کار کنم اگر نشد بیاین تا اون پولا خورد ما بستونیم دیگه چی بود یاره کجیر خیر بینی خیر بینی دا بکن برا رو من برم تو واقعی نیرولارم کلی سر نیرولارم حد خیلی چرم کردم را خوبی گیری برم بابا فالوا کن به کجایی کپ و مفت میدنی تو آدم بیخواری نیست و بشون خود بخوری تو 5 روپیه به می کیسا تو دف کنم پیدا نمیشه نوشا خونی چه مرگوشنگی سپلوک میره تو تاری بابا مای چکار اول نتکه خبر داره که تو تو آدم بیکاری که 5 روپیه مرد نمیشی کار کنی پیدا کنی دختر خود تنین میندازه که به تو بده مغز سر تو خرابه برو خود که برای کار خود اول تو برای نخوصی ها رای کزو چه کاره نورالله البته درد سری این چیه چی بگم لالا رمضان چی بگم تو با ما بگو چی میگی همین کجیره تو سه که مرد فیلم تیار کرد ما بالی هم دختر ما عاشق شده بودم ما اون غریب بالا ما شامه انال بری عادی گفتم گمه چه کار کنم سر خو کلی خو به در دیوالا زدم گفت برو پیش فالوا کن برفتم اینجا هر چه گشتم فالوا کن هم دیگه پیدا نشد که فالوا میشه گفت برو یک تعویض دیدی بستون کمی دختر اول که بدم به تو بدم این همه گپ لولبه گپ مفته خدا کور به نصیب تو کرده باشه فالوا کن میتونه جلوی بند اندازه من امیر به تو لالا رمضان اگر به من ندم
اگر اینایی دختر با من آدم با خود برو میکشم. تو بیخی دیونه شدی پاگه. نازه کلی خوبه داره خیلی رولوی چکاره تو از کی فتاره به تا سر کال ما با تو عاشق شدی. لالا نورالله من دختر خیلی نورالله توی من نیم من رمضان من نمیفهمم با کف زدن خواهم بخور من نمیفهمم لالا رمضان من به پاک دیونه شدم اصلا دیگه عقل حساب دیگه کار نمیکنه پاک فیصله اگر می دختر به من آدم باید تو باشه من خود خوامو دختر به تو کسی خیلی میدم. آنه فکر کن پیار دختر من فکر کن پیار دختر من. آقا جان تو دختر من نه یا 5 لک پیشکش داری چی میگی؟ تو 5 روپیه داری؟ نه امیر بابا تو میگو 5 روپیه داری؟ چه کار کنم؟ پیشکش دختر استوندن و عشیقی کسی پرپول مایه که متاسفانه تو نداری و کسی پرپوله. یعنی تو میگی مخور بکشم؟ بکشی بیتره برو بکش خور اصلا میرم خور بکشم به خیر بری. کسی خیلی بیامد و عاشق شد من کسی خیلی برو مستاد شد بگو متر 2000 من به من میدم پاشو من بیکاری لیلی میزنه عاشق شده. وای 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 اشتا آدم ها پیدا میشه نون پول نون خوش که خود نبری به ما عاشق شده کیسه هم خیلی چیزی هم سرمایه نیه. یار عجیب آدم ها پیدا میشه. بیا چیه؟ بیا من میتونستاد بشم امیر بزن با تا سرمه بیا بگم زندگی به کار نیه چرا ما بزنم با تا سر تو؟ گفتی خور بکش اگه به تو بازی کشته نه تا بانجون بعد بازی آفت نمیزنه بسرگیر برو با تا سرک بفهمیدی یک موتاره که به سرعت تیر میشه خور بنده و جلوی که مغزا سرتو به خیر خوشی و بی صاف فکر پیشگی بیری کنه. همینجا اگه بقول تو موتر نمیاد نه موتار نمایه هیچی نمایه خور نکش برو کار کو زن کو. عاشقی به کسی خیلی نشده. عاشقی امیر بگه که دامه که بابا بگه به عاشقی به دختر ما بعد 5 لک روپیه میتو بندازی به پیشیو. یعنی اگه پول باشه نمیشه چی؟ اگه پول نباشه نمیشه میشه اکبر نداری که به تکه بزنی تو عاشقی برای چه کار؟ آخر چه کار کنم؟ آخر هیچی برو پول پیدا کن دختران میدم به تو دادن پول پیدا کنی برای عروض کدم من نمیم و هیچی دیگه نصیب تو نیه دیگه به خیر بمیری. این کنجیتا بلندم باشد حالت شایم نمیشم مونده نباشی دیر باشی کجی خان چی حال داری؟ چطوری؟ خیریت جانجوری زنده باشی سلامت چه باشی کار میکنی ماما شما؟ به خدا ماما همین کنجیتا خود به خود خوش میشه راست میگی مثل که اینا شل داده چی رقم من چون به خدا درد شده بلگو اینو من چون چی عیب بردشته کمک کوتی شوری بعد ولای بدی زور داره انیتا یکی زد میشه خوش میشه دعا موهای گوش کنیم بزنیم اکن خوب شه انیتا خوش میشه عاشه کنیم بخیر امسال هم اینا بین خوره چه کنجید نخدا لباس خوبه مگر سر نمازدگر برم دعا بستنم بیارم و یک دعا پشی بکنم خوب کجا بده کجا جان ایچی ماما شو بالا میته میامد و ممی برارزاده شما نورالله دیدم یه زن من دلشن بری او میشه ایه میته علا کوله عرضه میشه ای کله خوب در میزنه و دیوار میزنه مشت سرخو میزنه که من میگه عاشق شدم من زن مایو اگه دخترت به من نرم خود خو میکشم گفتم بیام پیش شما همون برارزاده شما نه به غم از اوشین پیه خدا بیامرزی که بمرد کلون هدونا شما شده ماما شغل به فکر نمی به فکر نمی برارزاده خود نورالله باشیم اگه می روینی شد سر به دشت و کوزد دیگه چه کار میشه؟ عمالی بشه که تاسون دم دیره برای معدن سازی دل ترخون راست میگی نورالله بچی نوحالی هسته این گپ شما قبول دارم خدا بیامرزه پیاره ماما کندل تا روزی بمرد عدس بچه خوشکی بود تا روزی بمرد برادی مندیل زد برادی نفری که برادی آیناله کسی نورالله هم که کمر نبست شاد نشد روی خوش ندید از آی پیار بود پیار مدام برادی آکشی نفری که میگو کجی
پیار و مادر که از تو رضی نباشه خیر به جلوی تو میاره. خدا از آدم رضی نیه. خب اگر رضای پیر مادر که باشه رضای خداوند هم هسته. این همین برادر بیچاره ما تا شم میره به سارا اوداری میکرد علف میاد به گواد هر کار تا این اصلا این به چیش نمیدی سعی میکردی خدا از این شیشگی خدا از این شیشگی هر چند که بزی میگم از این گوش میره و از این گوش بده این مایال صاحب روزی که باز میگه دست به کیسی خیلی به آدم ملوا میدم عاشقی برا جان کون کریم آید زحمت ماید برادر گل که تو دارم کسی پولی ما آخر آدم که زحمت نکشه اب کی دختر بخول اون یا اون متکن نه تو میتونی دختر خو مفته بدی بکن بکو من مخزر برادر پولی ندارم که برم زن دوم باز خرج و زندگی و زن بچه‌رم بدم او آدم کری نیه آدم درندی نیه آدم زحمتکشی نیه خلاصه تام حیف تو نکرده که بیام از قصی ازور میگی دل ما بسخ دل چیز ماما شاغل دل ما بسخ نیرالله بخی دیونه شده همین که دیونه شده که هم تا بره برو خوبره دیگه که نبینم یعنی همین که من میگون دیونه شد تا سور میدمه هیله که ردی تا چیزا این ناعل بود ماما شاغل نیرالله ناعل بود آیناله پیار خبرت خو کرد سال با 12 پیار گفت حلیف نیرالله گفت تیاق اگر من نمیبیدم این پیار خوری 10 دفعه لط میکرد اتحاد شما اوشاله نمیکرد بس هیله که به قصی تا چیزا نباش که جیر خان بار خدمتی با ما باشه زنده بشی هیله که به خدا دل مازی همیته به سر آمدنیه که نمایم رنگیر ببینم به ما چی نونه پخته کرد به ما چی میگم هر چی که میگم به در میگم به دوال میشنه خلاص ازی خی ما عاشقم آنی شرقی دگم پیدا شد آنی امرنگ نیرالله یکی دگه چوب که برو چوب که حساب من خرابه کجی نمیرو چکار گی لگه تو هم عاشقی عاشقم ها به کی به بیبی خدا بیامرزمه نه من عاشقم خوابیت عاشق شدم من نیرالله را بدیدون رای کنم پیش فالواکون گردنم و هم برفته دختره رو دادم بری و می تو هم برو یا دودی نده دختره میدم بری تو نه بابا گردن تو من اگه دروغ بگون گیله یعنی عاشق میتونه ها دگه حکم میگم من سر خوب بزی به دیوالا دروغ میگم قیصر میشی شرقی تر میشی گیلک دیاد و عقل کمال بودی نداری همو هم از سر تو میپره چکار سر میری پا میری عاشقم عاشقی سر بری و یونه این کارا تو یعنی چی ها؟ یعنی که عاشقم میدن دختری چیزی به من برو کاکا مطلقه مرده خوب تو نمیده دختر خو میده چیزگی دیونه نافهمه برو کجی چه کار کنه که مثلا من بگم تو عاشقی بفهمم طرف حساب بفهمه سلام علیکم طرف حساب بفهمه مغل کمال مگی لوق زنیه برو بخیدی دل پیش فرما کن خوبه پول نیه بده و غزل سیری که بده ندارم گیله برو نیرالله کم بود با این پیدا شو خودی کنه دسته خون امدی و نیرالله به قرمیله شخربزه سیریه به من برم عاشق میشم بابا عاشق شدن کسی پولی مایه یک سراخونی مایه یک زندگی عقلی مایه نیرالله سیکو حدمه بتر گوشنگی سول سر من میخده گیله که سیکو سرکلی افرنگی کلوشا پایی به دو مدل با پایینه ای بای عاشق میشه ای بابا عاشقی هم بیدن یا بیمن نشده کاری عاشقی تلخ و شیرین است وای وای کاری عاشقی تلخ و شیرین است وای وای غم پیشی رو غم در کمین است وای من از کسی شکایتی ندارم رسم زمان این چنین است وای وای عاشق شدم ماما مثل تم عاشق شدی بله عاشقی هم خب من نمیفهم که اینا به چی واسطه عاشق میشن به کسی پول خو عاشق میشن به جوانی خو عاشق میشن به یک رقم به این موترهایی که سوار هم عاشق میشن کوشا اینا درنگه برادرگل که تو دارم شو گوشنه خو میشن شما همین های که عاشق میشن مشه گوشنه یا
پاتی دیشب گردنم من ما شد سلاطه داشتیم دو کچیری خب گوش نبیدیم. اینا خوراکیه. شاید مثل که شما روز یک گوسفند قوقا میکنیم. بابا اقلا مرتکه برادرش روز یک دستیخ کباب پخته میکنه، یک کیلو گوشت میخره و پخته میکنه میخوره، شکم سیر عاشق میشه. جینگ جینگ ساز میاد از بالای شیراز میاد، شاز و دومت غم نخود نامزادت به ناز میاد. خب یار مبارک وادار امشالا مبارک. میگم ما دیونه کردی. ماما شاگل گردن شما بند باشه که شکم شما به قرمی تنباکو سیره که بابا ما تنه میدین. تنباکو کی میخوره؟ مثلا آنمی برارزاده شما شکم گوشنه کاشق شده نیلولا. نورالله بیکاره تاسم و تا کجا میگرده، یک بیکاری هستن هر کس که دید میگه ما عاشق شدم. راست می ما شما عاشق نشدیم. ما به یک چیز عاشقم. به چی؟ به شکم خو که شکم مسیر باشه، پلو و گوشت و برنج بخورم قرار که سر رنبوق دارم خوش رو نمو عاشق. نمو عاشقی دارم. راست میگه. ماما یا رشته زن بیعقلی بده دختری بیعقلی بده که مو وقت شما رستونده. داری چی مکمه؟ نه هیچی کم نیه. اینا لسه کنی ایت مقبول اثر رفتی نیم شما. بابا به مقبولی گفتی نیه کاکا. پول داشته باش، دارایی داشته باش، زمین داشته باش، موتر داشته باش، آبرو داشته باش، دختر تو نمیستنه. شما سردل خیلی داشته باشیم. سردل خیلی داریم. سکو عاشق شده. عاشق شدی. عاشق شده. قربان خداشون، قربان از خداشون